حیف آن عمر که در غفلت عصیان گذرد، حیف آن روز که به لذت ایمان گذرد، حیف آن عمر که در غفلت و عصیان گذرد، حیف آن روز که به لذت ایمان گذرد. هر کی هم جان و هم مال به دنیا بفروخت، آخر از عالمی سه روز پشیمان گذرد. هر کی هم جان و هم مال به دنیا بفروخت. برای همین داملای محترم در اینجا قدم رنجه کردن نوبت با افسوس میتیم. الله راضی شد. همین خیلی جمعیت ما و شما چند سال ها خدمت کرده سگی استاد. الله مرتبه شما این با بسیار کردن. همین خیلی شاگردای بسیار بسیار به دنیا یعنی به جمعیت ما و شما دستگیر کرده، به اسلام بسیار خدمت کردن. الله نصیب کنه. مرحمت استاد. بارک الله. الله سبحانه و تعالی از این ان شاء الله علم بازم زیاده بگردوند تا دنیا است. ان شاء الله خدمت الله، خدمت خلق و جمعیت کردن الله سبحانه و تعالی مناسب بیند. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای جهانداری جان آفرین، حکیمی سخن اندر زبان آفرین. حمد و سپاس مر خدا را که صنعش در وجود آورد ما را. هر دم از ما صد درود و صد سلام بر رسول و آل و اصحابش تمام. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم برادران اهل اسلام، مهمانان گرامی قدر. اولا انشاءالله ما این خاندان مبارک به مناسبت مولود این کودک که انشاءالله یکی خرسندی شادی اهل خاندان این انشاءالله به دنیا آمدن کودک است، چون که حیات انسان مستحکم انشاءالله باز هم مستحکم تر می شود. و توفیلی چی فرزندکا، چی پسر باشد چی دختر باشد، الله سبحانه و تعالی اله برای هر یکی ما و شما خدا سبحانه و تعالی مناسب بگرداند. و این کودک خداوند عمری دراز دهد، رزقی فراغ در آینده عالمان و قاری‌های انشاءالله با عمل بگرداند. خیلی که امروز ما در این خدا خواست یعنی توی شاگرد انشاءالله یکی بهترین بلاگر ما که 5 سال است الحمدلله ما یک جایم برای پیشرفت دین، برای پیشرفت جمعیت الحمدلله یک جای خدمت داریم. امروز در این خانه انشاءالله شاگرد کمتر باشدم حصه گذار میشیم انشاءالله. خداوند البته این تویشونه این خرسندیشونه انشاءالله ابدی بگرداند. و که مرزا عباس که کمتر بیمار هستند، همسرشو بیمار هستند، الله سبحانه و تعالی از تحت دل دعا کنیم از خزائن غیبی خودش شفای کامل و شفای عاجل الها نصیب بدارد. عزیزانی من خیلی که شاگرد چندان مسئله های مهم گفت. امروز مسئله ما درباره ادب که اکثری جوانای ما و شما، اکثری دخترای ما و شما امروز بی ادب شدن. عزیزانی من این همه بی ادبی ها، همه بی تمیزی ها این از اسلام خبر نداشتن است. از انشاءالله قرآن و از سخنهای پیغمبر نازنین محمد صلی الله علیه و سلم خبر نداشتن. امروز اکثر حتی مردها بی ادب امروز. باور میکنین من در مرکه ها میبینم، در کوچه ها میبینم، در بازار ها میبینم، حتی در مساجد الله سبحانه و تعالی نماز میخواند به ادب است. عزیزانی من باید مسلمان، باید انشاءالله مرد چی زن آداب داشته باشد. آداب در بهترین موضع میستد. عزیزانی من حتی اینکه سوال جواب می شود در شریعت که ادب بهتر است یا که علم. عزیزانی من آداب بهترین موضع می ایستد.
پیغمبر نازنین محمد صلی الله علیه و سلم در سخن مبارک گفتند الادب شجر والعلم ثمر فان لم یکن الشجر فکیف یکون الثمر. گفتن آداب درخت است عزیزان من، علم در همون درخت میوهش است. اگر گفتن درخت نباشد میوه از کجا حاصل می شود؟ اسلام در اولین انشاءالله ترتیب انتظام، چی در طاعت، چی در عبادت، چی در نماز، چی در طهارت، چی در گفتار، چی در رفتار، آداب در اولین موضع می استد. عزیزانی من آداب انشاءالله خدا خواهد از دست نده. اگر آداب نداری تو از اسلام خبرم نداری، آداب نداری تو از عبادتم خبر نداری. عزیزانی من باید که مرد چی زن باشد آداب داشته باشد. عزیزانی من آداب مرحمت آداب انشاءالله خدا خواهد در بهترین قله بمانو و با آداب انشاءالله خدا خواهد عمل کن. باور میکنین من کتابا را مطالعه کردم 70% صحابه ها اسلام قبول کرده است از چه اخلاق و رفتار خوبی محمد صلی الله علیه و سلم. 70% بینید شما 70% صحابه ها اسلام از علم محمدی نه، از چه اخلاق و رفتار و گفتار خوبی پیغمبر صلی الله علیه و سلم قبول کرده است. اگر ما جمعیت انشاءالله خدا خواهد، ما پدرها اولا، ما مادرها اولا انشاءالله با آداب باشیم، این جامعه روز از روز چکار میگیرد؟ آداب میگیرد انشاءالله خدا خواهد. من یکچند اخلاق محمدی صلی الله علیه وسلم انشاءالله به شما خاطر، بلکه شما این شنیدگی هستین، بلکه انشاءالله خدا خواهد خواندگی هستین. اگر شنید داشتین خواند داشتین باز تکرار می شود انشاءالله. التکرار و نصف العلم، تکرار کردن این نصف علم است انشاءالله خدا خواهد. من برای شما یکچند اخلاقی پیغمبر صلی الله علیه وسلم میارم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم به سبب خلق و رفتار و گفتار خودش الحمدلله اکثری عرب زمینه پیامبر اسلام به اینجا اومدگی نیست، نه که اکثری اهل مکه را، اهل مدینه را که 23 سال دعوای پیغمبری کردن محمد صلی الله علیه و سلم در دوام 23 سال تمام اهل عرب بیدار کردند. تمام اهل عرب با الله اولا آشنا کردند، با قرآن و با آداب و با کتاب و با علم و با معرفت پیغمبر صلی الله علیه و سلم آشکارا کردند. محمد به اختیار خودش دعوت کردگی نیست، یا که انی عالمای امروزه به اختیار خودش دعوت نمی کند، اینا را الله مجبور میکند. سوره احزاب آیت 45-46 خوان. خدا چه میگه؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا. ای پیغمبر ما ترا چیکار کردیم؟ انشاءالله انک ارسلناک شاهدا، ما ترا برای امتات شاهد فرستادیم. شاهدی شده گفت فقط محمد علیه السلام زیری، یعنی تفسیر همین آیت میگه که نه بر ما بلکه بر تمام امتان پیشین از آدم تا خاتم محمد صلی الله علیه وسلم، یعنی چی؟ پیغمبری ما شما شاهدی میداده. وقتی که به قوماش حضرت نوح و موسی و عیسی انکار کند، خدا پیغمبر میگه که من شاهد هستم که در قرآن درباره شما الله سبحانه و تعالی پیغمبر فرستادگی بود، شما را خبر دادگی بود. ما گفت محمد و مبشرم ترا بشارتینده کردیم، بگو امتات کدامش که 5 وقت نماز میخوند، در یک سال یک بار زکات ماش حساب میکند. زکات ما تا هر سال حساب که بانکرات نمیشه، پولت نمیسوزد، پولت دوز نمیدوزد، پولت گم نمیشود. بشارت شده گفت، بشارت شده گفت در یک سال یک بار اکره 1 ماه نماز خون، 1 ماه انشاءالله یعنی 1 ماه روزه گیر خدا خواهد 11 ماه بخور، نگی دیگر روزه. این روزه دیگرش نفلی است، این اختیاری است.
گیری ثواب میگیری، نه که اقلا یک ماه مبارک شریف رمضان گیره. یک انصاف کن انشاءالله. این فرض الهی است، این قرض الهی است. اینا کسی این کار میکنی، اینا نمیگیری، این کارش کنی کافر میشه. پگه الله سبحانه و تعالی ابدالابد در دوزخ میپرداید. این روزهای نفلی 5 وقت نماز بخون، نماز نفل نخون میلش. این نماز نفل اختیاری است، خانی ثواب میگیری، نخانی گناه نیست. نگی 5 وقت نماز نخوانی چی؟ پگه الله سبحانه و تعالی در دوزخ عذابت میکند. و بخونی چی هست این نماز نخواه، همون قدر دشوار باشد که وقتی بسیاری تره بگیرد. و در یک سوتکه 1 ساعت عبادت میکنی، 1 ساعت عزیزی من، 1 ساعت 23 ساعت آزاد هستی. خواهی خواب رو خواهی کدام مملکت میخواهی برو گجات من کرد از خدا خواهد. خواهی بیزنس منی همون برو دل کدک نماز فرض خدا خواهد، همون مسجد سنت بخونو برو از پی خدا خواهد زندگی شد. هیچ کس نگفته که مجبور نکنه که در مسجد ساعت ها بشین. در مسجد انشاءالله خدا خواهد اذن خدا حکم شست که وقتا که خدا میگه شما نماز جمعه را ادا کنه فانتشروا، بس پراکنده شه، باز پی چی شو زندگی شو، باز پی بیزنس شو، از پی خدا خواهد دهقانی شد، از پی سوداگری شو. اسلام خدا خواهد انشاءالله مشفق است برای ما شما الله سبحانه و تعالی. ببینید ما گفت خدا سبحانه و تعالی تو را چیکار کردم بشارت داشته، گفت همین گفت 5 ارکان اسلام کنن، گفت انشاءالله خداوند حق سبحانه و تعالی شما را به جنت وعده کرده است. مبشرا و نذیرا، گفت که خدا من تو ای محمد ترساننده کردم. بگو شو کسی که 5 وقت نماز نمیگیره، روزه نمیگیره، زکات نمیده، حج نمیکنه، عرق میخوره، زنا میکنه، دزدی میکنه، قمار بازی میکنه، فال بینی میکنه، غارتگری میکند، مردم فند و فریب و طلا و تاراج میکند، ظلم میکند، بشارتی به دوزخ شده. خدا هم مثل همین دنیا حبسخانه دارد، تیاد نبرار. خدا با بوستان سرای دارد، گفتگیش جنت است، با دوزخ حبسخانه دارد. من در این دنیا خدا خواهد نروشینی کن، خطا کن، حکومتم حبسخانه دارد، جزات متیت یا نمی. چندین بچه های ما شما امروز در حبسخانه ها هستند. همه بچه ها مادرها گریه و ناله و زار کی عیب دار است؟ جنایتی که امروز صادر کرده حکومت در نزد قانونمون نکنی امروز جواب نمیکشد. می نباشم چی خیلی خدا جواب نمیکشد. فقط خیال میکنی این با حبسخانه های 5 سال و 3 سال و 2 سال است. او حبسخانه الهی ابدی است. اگر ایمان ذره نداشته باشی خدا خواهد انشاءالله ابدالابد در اون دوزخ انشاءالله میمونی. علاج نیست. خدا خواهد خدا میگه و داعیا الی الله باذنی، ای محمد ما تو را خواننده کردیم با اذنم. من تو را گفتم که برو دعوت کن محمد برو. پیامبر اسلام اولین آیت اومد در خانه خدیجه مادر در کوفه پیچیدگی بود. خدا گفت اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها المدثر قم فانذر و ربک فکبر. ای در جامعه پیچیده شدگی انسان از یاد بخیز، گفت قم، گفت خیز از یاد کن وقتی خواب نیست، و ربک فکبر، خدا تا بزرگ بودنش مردم ده اعلان کرد. ای محمد به اختیار خودش دعوت کرد، اگه نیست به اذن الله حق سبحانه و تعالی دعوت کرد. وقتا که محمد به میدان برمد بهترین انشاءالله دعوتش خلقی خوب بود. من چندین برای شما حکایت پیغمبر میارم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم، حالی ما و شما یهود گنده میبینیم، حالی ما و شما کافرها را گنده میبینیم، در حق کافرها هر گفا را میزنیم یا نمی. پیغمبر صلی الله علیه و سلم در مدینه یک یهودی که چشماش کور ببینه، چشماش کور نمیدید، با میبرمد در کوچه فقط محمد حقارت میکرد. محمد جادوگره، محمد سحرگره، محمد فالبینه و این اطاعت نکنه. میگفت محمد علیه السلام هر سر اوقات تیر کرد بردن بخوردش. ابوبکر صدیق دید گفت محمد گفت شما یک آدم در قوت داده صادقی، این افکار شما را میخورد، قوه میگیرد، با برمده شما را حقارت میکنه.
گوجا بگیجا اگه ترسی همه بره که اطاعت نکنه محمد دروغگوی و فالگره جادوگره بادا گفت. بعدی وفات میگه پیغمبر علیه السلام ابوبکر دوام داد. ابوبکر میگه افکار بردن اثر کرد. بعد میگه همون یهود گفت که میگه ای گفت گفت نمیشناخت و چشماش نمیدید. گفت شخصی که گفت پیش از افکار می آمد دستاش دیگه ملایمت بود. حتی پیغمبر علیه السلام و کلان سال بدین بعد دستاش ملایم کنه بعد افکارت میدادینش. بینید گفت ابوبکر گفت دیگه کس بود گفت و گریه کرد. بعد وفات ابوبکر عمر ابوبکر با ایزا داد. گفت که ابوبکر گفت تو گفت یک شخص افکار میبره که فقط دین حقارت میکنه محمد حقارت میکنه. گفت میدانی گفت از من ده با عقلتر گفت خدمتی نکرده ای من ده با عقلتر محمد خدمت چکرده. بعد ابوبکر عمر اومد میگه با عمر خدمت چکرد کوچه با کوچه میناخت. باید گفت که اون پیشنگی دیگه بود تو دیگه هستی. میگه ابا عمر گریه کرد گفت میدونی یکم شخصی که تنده خدمت کرد وای محمد بود صلی الله علیه وسلم. دویم شخصی که تنده خدمت کرد وای ابوبکر بود. سیوم من عمر هستم. داد میگه کاش که زنده میبود محمد در زندگیش لا اله الا الله محمد رسول اسلام قبول کرد. انا اسلام امروز ما ناانصاف عطا نداریم. امروز چنان خدا خواهد جوانا عمری کروتای شده چنان با عقل و با ادراک شده که مادر تا امروز خبر نمیگین ناانصاف. اکد خدا خواهد گشنه بیچاره پول ندارد پول تا دریغ میداری چای خونه با چای خونه میشینی یک بار خالت خبر نمیگیری. اما تا آی بین پیغمبر علیه السلام رسول الله در حجره مبارک شیشتگی بود. بینید یک دشمنش اومد که هر روز محمد حقارت میکرد. پیغمبر با یک چهره کشاره قبولش کرد ضیافتش داد. بعد ضیافت گسیل کردن بعد عایشه صدیقه مادر ما شما گفت یا محمد همین جوان من میدون که فقط ضد دین شما کار میکند فقط حقارت میکند فقط شما را مینازد لیکن شما امروز به خدمت چکره. گفت که از ما خصلت همین است. مرا خدا حق سبحانه و تعالی گفت این ادب را یاد داد. ادبنی ربی فاحسن تأدیبی گفت من گفت خدام ادب یاد داد بهترین ادب داد. بین محمد با دشمناش چی معامله میکرد. ما شما با دوستام نداریم با اکا و دادر و اپچه و خوار و همسایه و هممحله نداریم. با دعوا میکنیم من مسلمانم تسبیح در دستت شرقه از میزنی لیکن درونت پری چی است؟ بغض و عداوت و کینه و حسد. همین است مسلمانی. همین است انشاءالله ایمانداری. همین است اسلام عزیزان من. عایشه صدیقه سوال کردن گفتن عایشه خلق محمد چی بود؟ عایشه صدیقه گفت خلقه که خلق القرآنی. خلق محمد خلق قرآنی بود. بینید محمد 13 زن داشت. حالا تو یک تا زن خدا قد انشاءالله خوروندن نمیتونی پایسته نمیتونی یک زن که معامله خوب کرده نمیتونی 13 زن یک خروز میپایست و موجیک بود محمد صلی الله علیه وسلم. یک تشه چرقش نمیومد. امروز یک تا زن گرفته 15 تا پرابلم را خوندن. در حیاتش محمد اخلاق شبی یک شپلاق یک تشه زدگی نیست. یافته بیا $100 میتیم یافته بیا خدا خواهد انشاءالله. محمد علیه السلام یک زنش یک بار دست کردگی نیست. چنان محبت میداشت که چنان هر یک زنش آرزو میکرد که محمد ساعتها در بغلش باشد. از چی؟ رفتار و گفتار محمد علیه السلام. آزی تعییدر مدرای زن تخدا خواهد نه مادرش میمونی نه خواهرش نه کنچکش میمونی نه جلبش میمونی بعد حیات میشوه و بعد دلش بطه گرم شاو من شو دارم گفت یا نمی یا میدوی عروس تا کلن تا من دیده سادم با کوچه ها گذشته سادم باور میکنید اسباب تا در گیجاهاش میگودی نا انصاف. همین مسلمانی هست. همین اسلام هست.
یک دختر با من نیست سیدی من در داملا جان، به خاطری خدا گفت تقاضاش یعنی جدا شدم، خود مکشتن در تیارم، نه پدرم روزم داده سید نه مادرم. تو نسبت دختر و بچه خودت مهر و محبت نداری و تو بعد گوجان در دعوا میکنی که تو رئیس شوی. پیش ابابکر، پیش حضرت عمر یک آدم اومد، آدم علمدار با تقوا کله زور، گفت من تلا گفت در گفت شهری گفت نه من گون حاکم تعیین میکنم. کاغذ نویست و در دستش داد. در همین حالت بود که میگه یک کولک از بیرون دیده اومد و بغل حضرت عمر رخش پرتافت. حضرت عمر کردیم بازی کرد. بینین این وزیرها بین، پادشاه ها را بین، عمر 125 دولت در پرزیدنت با کودکا بازی میکرد. میگه وقتی که بازی کرد حالانکه آدم گفت گفت عمر گفت من میدونم که همه کودک شما را هیچ علاقه نیست، نه بچه خالت میشه نه بچه طاقات میشه، این قدر اینا نوازش کردی. گفت چوه؟ من گفت 10 فرزند دارم، گفت حالا یک تاش نوازش نکردم، حالا یک تاش بوسه نکردم. آها گفت هم یک بار دیگه هم قرار بتیمنده، همین قرار گرفت درون پرتاد. تو گفت صدقه حاکم میشی، تو نسبت عائلت رحم نداری، نسبت فرزندات رحم نداری، این خلق خدا نبچه که رحم میکنی. در از 10 تا شکایت پیشت میآید. گفت تو صدقه حاکم میشی. خیز گفت داوشا من تلا نبینم. این بزرگا تا چقدر آدابن. یک آدم در یک محله و میکشتن پیش رسول الله، گفتن همین آدم خوب است، همین گفتن در همین محله رئیس کنید. رسول الله گفتن کیف عقله، عقلش سرای نه. گفتن سالی و اعتباری نیست، کلان سالی ندارد اعتباری، کلان عقلی بود مقبولی باری. این کلان کالی تو 80 نداره اخلاقت امروز زده کردی، 80 نداره زیناگر باشی، 80 نداره فریبگر و دیگر باشی. ایوان اخلاقت 10 ساله بچه هست به از که نه عقلی خوب داشته باشد، فکر و روش گفتاری خوب داشته باشد، این بهتر است عزیزی من. ببینین پیغمبر صلی الله علیه و سلم بازار برمد. ما شما امروز بازار ها داریم، سه شنبه بازار، چهار شنبه بازار، پنج شنبه بازار، فلان بازار. همین بازار برمد. نگاه یک کمپیر دید بیچاره، یک کمپیر یهود 70-80 ساله، یک 20 کیلو باره بچه‌ها هوش کردن سه کشاله برده است در روی زمین. پیغمبر صلی الله علیه و سلم دویده برفتن و چیکار کردن؟ گفتن مادر جان، مادر میگفتن بیگانه بود دیگه بود، تا ای که انشاءالله از اخلاق خوبی محمدی بیدار شوه و لا اله الا الله یک بار لا اله الا محمد سرش در آسمون میرسید. چنان پیغمبر داشته مار دلگیر نمیشید، سه تا نماز خون یاد شود بینی تجیج نمیکرد. تا دین این الکش بود، تا دین این فلان بود. امروز اکو اومدن نماز خونشته بجای خورسر شده در کنارت گرفته تبریک کردن. ما شما دلگیر بشیم یک نماز خون زیاد شود. همین است ایمان. پیغمبر صلی الله علیه و سلم تا چی اندازه الحمدلله خدا خواهد انشاءالله آدمای غیر دین دوست نداشت. میگه همین باشه گرفت، میگه صحبت کرده تا خانهش برد. وقتی که خانهش رسید میگه گفت در کجا بمونمش؟ گفت که میگه در فلان جا موندش. گفت میگه بچه‌م، گفت بسیار بچه خوب بوده، بسیار بچه با آداب بوده، یگان کس من همیشه یاردم دادگی نبوده که تو امروز یاردم دادی. من یک نصیحتت میکنم. گفت بگو. نصیحت چی است مادر جان؟ هم یک محمد برمد است. گفت دعوای پیغمبری دارد، وای سیرگر است، وای جادوگر است و ها کذا سخنهای بده گفت. کاری که در اسلام دعوتت کنه قبول نکنی. با پیامبر اسلام تبسم کردن، گفتن مادر جان اگر همون محمد من باشم چی؟ تو چی میگوی؟ گفت اگر همون محمد تو باشی من اسلام قبول میکنم. این محمد کی بر یهود چی معامله کردیم تو؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. استغفری حرکات و برکات محمد صلی الله علیه و سلم، سخن شیرین و زیباش اسلام مشرف شد. عزیز من بین انشاءالله، بین خدا خواهد انشاءالله. برای همین انشاءالله ما و شما اخلاق و رفتار و گفتار تا خوب کن. مؤمن باید مؤمن بیند، مسلمان مسلمان بیند دلش گم زند.
امروز ما بیزار از یکدیگرمون. این سخن خدا که انما المؤمنون اخوه کجا شده که ما به یکدیگر مؤمن میشیم که یک بالای مسلمان مصیبت بیا همون بگریزیم، هممون خدا خواهد دور میشیم. نشو دور عزیزی من. انشاءالله پیغمبر صلی الله علیه و سلم خدا خواهد انشاءالله دفتری خدا خواهد تاریخ شورازن. انشاءالله خدا خواهد نور بالای نور است. پیغمبر صلی الله علیه و سلم بین فقط کمبغلا را دوست می داشت. با کمبغلا یک جایه بود عزیزی من. حتی با صحابه ها مگان ملکه می رفتن، پیغمبر در عقیم می رفت صحابه را پیش می بود. از ما شما خدا خواهد کم تا اگر یک رئیس باشیم، کم تا خدا خواهد یک عالم باشیم، اگر فخر میکنیم در پیش اندازه ما میگم ما در پیش میشینم. من عالم هستم، من وی هستم. محمد را میرفت میگو صحابه شما پیش داره، من در عقیب شما میروم. بینید محمد میگه ملکه می اومد گجایی که خاله در اونجا میشیشت، بالا بالا دستاخون با من محمد پیغمبر بالا نمی برمد. سنت امین است آمد جای خالی است همونجا بشی خدا خواهد انشاءالله. سنت امین است، پیغمبری کارا را کرد. همه بالا میگذرون موی سفیدارا، رسول الله در تگ پایینا میشیشت. این اخلاق محمدی بود که بر رفتار و گفتار و معامله خوبش عزیز من اسلام در تمام همه مردم مشرف کرد. وقتی که میگه فتح مکه شد، مکه غلبه شد، میگه رسول الله میگه یک جوان اومد میگه لرزیده ساد از پیش پیغمبر صلی الله علیه وسلم. گفت بچه هم گفت نلرز، شو میلرزی؟ منم گفت تواری گفت یک گوشتی خاک خوردگی مادر داشتم، منم در این جامعه زندگی میکنم، من یک پاشازاده نیستم، من یک بایزاده نیستم که تای من بچم بترسی. نترس، من به تو مشفق هستم. گفت هیچ گفت از من نترس، من یگان کسی نمیکشم ناحق، من یگان کسی یگان آزار نمیتیم. میگه عرب میگه لرزش میگه چیشید من میگه. پیغمبر اسلام میگه در زیر درخت شیشتگی بود، یک آدم کارچه گرفته اومد گفت که اکم محمد من تو را میکشم، تو را کی حمایه میکند؟ گفت که الله. وقتی که با مجرد نام الله شنیدن میگه کار دستش غلطید، کار را گرفت تو گفت میگه اکم با امتم گفت تو کی حمایه میکنه؟ خب استاد تو را الله گفت بچم براو. به اسلام مشرف کردن بینه. اوستا میرفت 5 متر رو گشتی می اومد میگفت لا اله الا الله محمد رسول الله. یک اعراب اومد، جاهلا سوالای بیادبی هم میدادن. پیغمبر صلی الله علیه وسلم اومد گفت اگر تو پیغمبری برحق باشی همین جای که مرزا باس ندیدی درخته امر که همون درخت پیشت بیا من ایمان میارم. شد گفت برو درخت گفت المحمد یقرأ الیک السلام، محمد به تو سلام گفت و امر کرد که پیشی من بیاید. یک بار میگه درخت برای شو پایش میگه آمد پیشی پیغمبر و تعظیم بیان کرد میگه و میگه برای پیغمبر محمد حق بودنش شاهدی داد لا اله الا الله محمد رسول الله. با میگه پشتکی رفته ایستاد و عرب میگه دید آمده خواست که تعظیم کنن، گفت که تعظیم با مخلوق درست نیست. اگر تعظیم کردم با مخلوق درست می بود من زنها را امر میکردم شوهراش نسجده کنن. من سجد لبنی آدم فقط کفره، کسی که فرزند آدم در سجده میکنه و ای کافر است. عزیز من بین پیغمبر صلی الله علیه و سلم بچونی خصلت ها من در خانه بینین. پیغمبر علیه السلام با زنهاشو زندگی میکرد، خودش چای میکرد، خودش خدا خواهد انشاءالله آبی تارش تیار میکرد، باز جوشیدگی نون بستگی پیغمبر صلی الله علیه وسلم. امروز ما و شما خدا خواهد همه کار از زنک نمیپرتیم، تمام زنک خدا خواهد رابط قلبه غلام تمام تام کار کرده بیا خدا خواهد انشاءالله و در جواب به اخمقاش پایپاق مکش میگفته یه در پایپاق سر تخره اتو نخواه مرداش که یک پایپاق تا کشیده خدا خواهد نمونی، یک کرتیک تا کشیده کشار کرده یک باره همه قدر اکو تو کراشیدی. محمد صلی الله علیه وسلم در خانه بود، آبی طهارت تیار کرد، میگه حدیثی صحیح است. عایشه صدیقه گفت یا محمد همین آب ما تیار کنیم نمیشه؟ ما فرمید قدر زن ما در اطراف پروانه کو
گفت اگر من خودم بتونم و شما را امر کنم ظلم کردگی میشم. محمد از ظلم و ظالمی و نزد الله جواب دادنش میترسید. حضرت عمر بی اومد وقتی که پادشاه شد، تمام قوم و جمعیت مبارک بادش کردن، گفت الحمدلله خدا شاهم کرد، لیکن مسئولیت ما بلند کرد جوابگری شد. همه قوم و جمعیت نه جواب میتیم. حتی در دوره های عادلی عمر گوسفند به گرگه ها آشنا بدین. گوسفند به گرگ سخن کرده در اطرافش میگشته است. از ترس سیاستی که عمر رضی الله تعالی عنه را هجوم نمیکرده است. یک روز وقتی که عمر وفات میکند، میگه چوپان گریه میکند. میگن آ چوپان برای چه گریستی؟ میگه امروز میگه عمر وفات کرد. تو از کجا دونستی؟ عمر زنده بود، گرگه ها با گوسفندا آشنا صحبت کرده میگشتن. امروز تمام هجوم کردن. بین از سیاست عمر حتی گرگ با گوسفندا آشنا بود. محمد بین عمر بین 125 دولت نه پرزیدنت، یک تا چپان داشت، 12 تا یماق داشت. 12 یماق. امروز یک رئیس شد مونن آهو کستم برو که زور، آهو کرزایی سفیدک، آهو با زمین بگردی همه تو کی هستی؟ تو زد که نیست گفته میگردی. نو انصاف. این عمر میگد سفیری میگد ایران برای زیارتی عمر اومد، مدینه اومد. وقتی که مدینه اومد میگد گید میگد کفته ساده است، گجان خونه کدش باشد، گجان خونه آشیانش بلند باشد. یک کس گفت میگه تو چی کفته ساده؟ میگه مبادا تو مسافری؟ گفت میگه همین خانه عمر کفته ساده که 125 دلار پرزیدنت خونه چکل باشد. ای گفت تاکی خرما بره بالای خسن عمر خواه. وقتی که اومد میگه یک عمر میدید، یک چشماش او میزد. گفت الله این عادی ترین بندت بی در 125 دولت پرزیدنت احوال شدید. وقت نامن میگه گریه کرد. بین عمر بی خدا خد انشاءالله. آذربایجان بینند شاهش مخصوص افقاد میخود از حلوا. حضرت عمر نه حلوا را گسیل کرد. سفیری وی اومن بگد عمر میگد از یعنی مسجد یافت. گفت چی گپ است؟ گفت همین افقات فقط پادشاه آذربایجان میخورد. گفت اینجا بیا چی آوردی؟ حلوا. گفت قسم به خدا. گفت والله. گفت این خلق مردم گشنه باشه و عمر حلوا خوره. رفته همون پاشا تا اگر دویم بار این چیزا تکرار کنه کلشو میگیرم. این از دانی من گفت برانی خلق نته بخیرن. خلق پرور بودن و یا خلق دوست می داشتن، با خلق یک جایه عزیزانی من زندگی میکردن. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه بینین عمر این پادشاه ها را بینین 10 سال پادشاهی کردگی است از دانی من. تمام حکومت همون انسان ساختی خدا خد پنسیا این نفقه ها همش حضرت عمر تشکیل کرده. این همش از اسلام است، از اروپا نیست. تو تعجب اروپا نکن. ما از دین عقیم ماندیم، از علم و عقیم ماندیم، از تعجب خطای نکنیم. ما باید پیشرفت داشته باشیم. گفتی حضرت گفت که محمد اسماعیل تقی اروپا رفته در اونجا چیه؟ مسلمانی دید. سبب چی؟ و یا دروغ نمیگن و یا غارت نمیکنن و یا خداخواهی حقیقت نمیخورن. من برادر دین از گرمانی اومد. من گفتم چی است؟ گفت که 5 ساعت کار گفت پتیافکت است. اما 5 ساعت نگفت میکشی ماشینه تمام. خبت گفت نه براش طرفت میکنن. شد گفت میگن و ما شما را بیتیم خدا خواهد 5 ساعت. یک برادر که جواب دادن میگه من درسی شبم با داملا کار گرفتگی هستم. اما میمری گفتم خدا خواهد 2 روز بعد رو بیت برکت که خدا خواهد انشاءالله. ساعت همون دوری شوره هم 8 ساعت 5 ساعت کار میکردی خواب میرفتی. امروز وای دنیا گفتم مال گفته 4 تا خونه تونه کچه گفته خدا خواهد بچه ها را برک کردی. یک توی خوب میکنیم گفته پیامبر سلام بین دخترش خدا خواهد همین خیلی ابا حضرت علی در دادش 4 تا چیز کردی. 4 تا چیز هم یک تاش میگه لباسش میگه از مادرش خدیجه موندگی بود یماق داشت. یک تا کاش، یک تا آسیابی دستی، یک تا میگه فقیر برد و علی در پدرکش کرد. بین
حضرت عایشه را ابوبکر همین خیلی پدرکش کرد. ابوبکر دعوا کرده است در دنیا انا احب ان اکون بنتی فی تحت رسول الله صلی الله علیه وسلم. من دوست می‌دارم ناز می‌بینم که دخترم در نکاح محمد 2 ساله بود پدرکش کرد. امروز خدا خط اکا و دادر گروزی داری اخلاق محمدیه. خدا خط اکا و دادر من 20 میلیونه اگر دیوان نیاری سنگ نیاری دختر نیست. من 2 تا گوسفند نیاری دختر نیست. ما چه مسلمانیم بعد عموما مهر هم نکرده سادیم. سخن کنیم سخن بسیار است. امروز خدا خواهد شاگردا در اطراف ما هستن انشاءالله حضور دارن کمتر دیشتنی سخن انشاءالله و این خدا خواهد شاگردا میتیم الله سبحانه و تعالی اینا هم کچو قوت غیرت عطا کند انشاءالله. خدا خواهد در اسلام در قرآن انشاءالله یعنی خدمت کردن الله مناسب بیند. خدا خواهد انشاءالله این برادرم تویش بار دیگر مبارک کند تویشون انشاءالله توی خدا خواهد خوب این بچه یک شب مثل خودش انشاءالله مجاهد در قرآن و در اسلام و در آینده عالمان و قاریانی با عمل شدنش را الله اله نصیب بدارد.